جناب دادا جان درود بر شما. دیروز قرار عفو شدن شما صادر شد و امروز این قرار در دست ما است. من شما تبریک میکنم و پرسیدنی هستم که آیا شما آگاه هستید؟ من این خبر یا مژده از زبان شما میشنوم و انشاءالله روز رسد که برای شما یک شادیانه بیارم و میخواهم که احساسات خودم به همین بیت یک بزرگوار بیان کنم. نقاش عجب صفحه منقش کردی، ای وقتی خوش که وقتی ما خوش کردی. واقعا این حجت هست و این حجت در دست ما قرار دارد. شما از این روز دیگر در جستجو قرار ندارید. دیگر شما نفری هستید که میتوانید هر گاه که خواهید به تاجیکستان بیایید. و سوال من هم این است که شما نیتی به تاجیکستان برگشتن دارید یا نه؟ اگر من نمیخواهم که لطف کنم، نمیخواهم که در یگان بازی دیپلماتیک کنم و آشکارا میگویم که من هر صبح، هر شام و هر شب یگانه آرزویی که دارم این بازگشت به وطن بود، هست و میماند. یعنی شما نیت برگشتن دارید؟ درباره بازگشت مشخصا باید این خبری که شما رسوندید و این خبر باید با دوستا، با همصفا، با همراهان خودم مشورت کنم، بعد به یک خلاصه بگیم که ما چیکار باید کنیم. اما یک چیز پیشکی برای شما میتونم بگم، برای شما و شنوندگان و تماشابینان شما، که آخرین راهی همه ما تاجیکستان است. بغیر از تاجیکستان ما دیگر یگان راه نداریم و همه، هر کسی باشد نباشد، مرده و یا زنده ما حتما به تاجیکستان برمیگردد. اولین کاری که به وطن برگشتید اون چی خواهد بود؟ من الان مشخص گفتن نمیتونم، لیکن فقط یک چی میخوام بگم که میدونید وقتی که هر یک در جوانی هر آدم میخواد یک انقلاب کند یا دیگرگونی کند یا تغییرات وارد کند، ولی تجربه زندگی، تجربه تلخ و شیرین زندگی با اون میرساند که وقتی که تلخ و شیرینی های زندگی میچشی بسیار چیز درک میکنی. من این روز که شما احساس کرده باشید، در همون فیسبوک هم چند سال آخر است که خیلی احتیاطکارانه گپ میزنم و با یک، اگر از روی معیارهای سیاسی گویید، از یک شخصیتی که از انقلاب میگفت و از تغییرات جدی میگفت، من به یک شخصیت کنسرواتور بدل شدم. یعنی با واقعه های من امروز به چشم دیگر میبینم. من امروز به آن رسیدم که هم حکومت و هم مخالفت، همه ما باید از نفرت و عداوت دست کشیم. امروز تاجیکستان ما به محبت و به مسئولیت نیاز دارد. امروز ما به جای سنگر ساختن باید پل‌های سازیم که ما را به هم دیگر پیوندد. و واقعا من امیدوار هستم، آرزو دارم که بعد مشورت با همصفان، همراهان، مسئله بازگشت به وطن را حتما فکر میکنم و باز یک بار دیگر میگویم که این شاید آخرین آرزوی من، واپسین آرزوی من بازگشت به وطن باشد. در خودی همین وطن ما باید همه سازیم. امروز واقعا تاجیکستان در رهروی بادها، تاجیکستان در یک منطقه هست که از 4 طرف اگر ملایم کرده گوییم درنده های زیادی هستند که میخواهند که نام تاجیکستان در خریطه نباشد. انا این مسئولیت است. وقتی که من درباره محبت گپ میزنم، من آرزو دارم که از ادبیات همه ما، کلمه هایی که مردم را از هم جدا میکنند، کلمه هایی که آدمان را وصل نمیکنند، از ادبیات ما گم شود و در تاجیکستان عقیده های گوناگون، اندیشه های گوناگون باشند، مطبوعات آزاد باشد، پارلمان آزاد باشد و برای به همین آرزوها رسیدن هر یکی ما باید تلاش کنیم. تاجیکستان خانه عمومی همه ما است و ببینید من بسیار وقت به جوانای میسوزد که خطاهای ما تکرار میکنند، برای اینکه زندگی در غربت، زندگی در مهاجرت، زندگی در کشورهای بیگانه برای یک آدم سالم، برای یک آدمی که واقعا دل دارد، این زندان است. من هیچ وقت شکایت نمی کنم، اما آشکارا میگویم که
وقتی که از من میپرسن که چه حال داری یا زندگی چی است، من خوب است دیگه در زندانیم. ببینید شما در عرفه دو معرکه مهم سیاسی، هم انتخابات پارلمانی کشور و هم انتخابات پرزیدنتی عفو شدید و انشاءالله به نزدیکی من باور دارم به وطن برمیگردید. میخوام دارم که فعالیت سیاسی خود را شما چگونه در کدام سمت ادامه خواهید داد؟ حتما من در تاجیکستانم انشاءالله امید دارم که به یک پیام آزادی، به یک پیغامی که واقعا اقلا یک دریچه را وا کند، یک دریچه کوچک را در تاجیکستان در مغز جوانان، در مغز مردم وا کند. میخوام که همین خدمت من برای تاجیکستان همین باشد. و باز یک بار دیگر میگم که انشاءالله اون روز دور نیست که ما در وطن وا میخوریم و شاید ابتدای بازگشت خاصیت بازگشت خاصیت به یورو و به تاجیکستان، این یک من در فیسبوک نوشته بودم که یک فال نیک است و ببینید که همین فال نیک، همین پیشگویی من درست برآمد و امیدوار هستم که دروازه های تاجیکستان برای همه گشوده میشوند. بعد از صادر شدن قرار عفو نخستین صحبت رو با شما ما کردیم و امید دارم که بعد از برگشتن به تاجیکستان هم نخستین صحبت همراه خواهیم کرد. من به شما برار میخواهم. من از شما واقعا قدردان هستم. این شاید هر کس میتواند حرف فکر کنه، لیکن برای من خبری بسیار خوش است. مهم نیست که این در چه اساس است، به کدام اساس است، هر کس به قدر همون مغز بزرگ یا مغز کوچک خودش اندیشه میکند. لیکن من بران هستم که خود همینم یک قدم برای همون آرزوها است، یک قدم برای همون برنامه محبت و مسئولیت، محبت برای مردم تاجیکستان و مسئولیت در نزد دولت تاجیکستان است.